بله دوستان عزیز، برگشتیم خدمتتون با ساندویچ ژیگو پاین. بنده اسمگولی هستم در خدمتتون. آموزش ساندویچ ژیگو پاین رو شروع میکنیم. در قسمت اول نان باگت رو به این صورت از اینجا، از همین نقطه شروع میکنید به بریدن، خیلی آروم. اگر مایل بودید میتونید خانم‌های عزیز میتونن خمیرش رو در بیارن و بذارن خوش بشه برای آرد سوخاری استفاده بکنن. در آینده ما این رو خارج میکنیم. کالباس به مقدار لازم. مسلما دستتون رو هم قبلا شستین. اگر که در دستشویی تشریف بردین، اگر که دستتون رو احیانا در دماغتون فرو کردین، حتما بنده توصیه میکنم که دستتون رو بشورین، به خصوص اگر که ساندویچ رو برای کسی دیگه آماده میکنید. بسیار خوب. در این مرحله بعد از اینکه کالباس ها رو گذاشتین، میتونید سس مایونز رو به مقدار لازم و اونقدر که مایل هستید بریزید. بسیار خوب. سس مایونز رو پخش میکنیم به این صورت، خیلی کره. گوجه فرنگی، پیاز، خیارشور و نعنا در آخر. اگر که مایل بودید میتونید چیپس هم بذارید که خیلی قرچ خروج بکنه وقتی که میخورید. و غذای ما در اینجا آماده هستش. اگر که دوستان نشون بدم، به این شکل خیلی سریع و بسیار مناسب هست برای خانوارهایی که دوست دارن که غذای سریع و سالم انجام بدن. و تمنا میکنم که به من بپیوندید برای خوردن این ساندویچ.